هرون مرام خوابیده بودی؟ های عالی جنابش. ببخشید بعد موقع مزاحمت باز زاره بارون بعد 3:30 صبح زنگ بزنه بگه حالت چطور؟ علی خوابیده بودی؟ با شرمنده پول لازم بود. خواب بودی؟ ببخشید تو خدا سلام. من ادب حکم میکنه با دهن پر حرف نزنم. خدا شکر با دهن پر حرف نمیزنی. نه. مشخصه. بد میخوری علی. بد میخوری. عرض سلام و ادب و احترام کوچیک همتون. حامد تبریزی هم. مرسی که از کانال شخصی من دارین منو دنبال میکنین و فدای نگاه نازنینتون بشم. علی غفاری زاده معروف به آقا معلم. خب معرف حضورتون هست. از ما هم معروفتر هستین شما. من جسارت میکنم وظیفه ما که خودمون رو معرفی کنیم. علی آقا بفرمایید. واقعیت ها رو باید گفت. واقعا من از حامد اینا خیلی معروف ترم. شما خیلی دوست دارید که برنامه ما رو نگاه میکنید. دم همتون گرم. لایک و سابسکرایب. لایک کامنت سابسکرایب آره. کاریه که میتونه ما رو خوشحال کنه. با دوستاتون به اشتراک بذارین این ویدیو رو. قراره ببینید بچه‌ها بدون هیچ دروغی خدا سر شاهده ما الان خب من چرا قسم خوردم. خب مشخص کثیف بود یکم گوشت ساعت 3:30 حالا نمیدونم ساعت اینطوری 8 دقیقه است. 3:08 است. 3:08 صبح ما قراره به دوستامون زنگ بزنیم. هیچ حرفی واسه گفتن نداریم و میگیم که من اینطوری دراز کشیده بودم حوصله‌ام سر رفته بود زنگ زدم حالت تو بپرسم. به نظر من اولین ویدیویی که با این شکل داره زده میشه ریاکشن دوستامون دیدنیه. احتمال داره خیلیاشو بوق بذاریم کلا چون کسی که این ساعت به زنگ بزنی و بخوای احوالشو پرسی حرف خوبی جواب خوبی ما نمیده. جواب خوب میدن دوستای ما بعدا. مرتضی ببخشید یه لیوان آب به من میدی دور سرت بگیرم شرمنده. خب اول شما زنگ میزنی یا من؟ شما زنگ بزن چون من هر چی نگاه میکنم واقعا. خب پس بریم یه از اینا داشته باشی بعد بیایم دیگه. بریم آقا شما این برو نگاه کن من اون برو. مرسی. زود باید فقط نه تو ساعت دنبال اینه که به کی زنگ بزنم. میشه زنگ بزنین؟ بچه های پشت صحنه بفرمایید. خواهش میکنم بخوریم بزنم اونجا دیگه. عوامل پشت صحنه نصف شب. آقا زنگ بزن. من بزنم؟ آره بزن. خب میریم واسه مهدی جان شرمنده شرکسی. از من ترشو بخورم. 3 صبح 4 صبح من کی آخه زنگ بزن آقا. مرسی. والله قسم جلاله خوردم با هیچ کی هماهنگ نکردیم. هیچی نگو. یا حسین مهدی امینی من میخواست زنگ بزنم نه. الو سلام. محکم باش خوبی؟ بزرگ ما آقا مهدی خوابیده بودی؟ ای ببخشم بابا شرمنده. هیچی داشت همینطوری نشسته بودم حوصله‌ام سر رفته بود گفتم زنگ بزنم یکم با هم صحبت کنیم. من نوکره غلام ادبتم داداش. وقت داری با هم یکم درد و دل کنیم؟ بگویم چی؟ هیچی همینطوری. امروز بارون میومد دلم گرفته بود. هر داشتم فکر میکنم گفتم زنگ آخر فصل 2 رو کی پخش کنیم اصلا. آهنگ بیکلام گوش دادی؟ داداش شوخی دیگه دارم درد و دل بودم میگه آهنگ بی کلام. یعنی چی داداش؟
والا تو از کارات جدی دارم آدم یه دوری مفتی یه ببینین چقدر آقا مهدی امینی مهربونه که از خواب بیدارش کردم میگه داری دوربین مخفی ضبط میکنی. آقا مهدی داریم واسه چالش اون ویدیو واقعا ضبط میکنیم، فدای ادب و شخصیتت بشم و عذرخواهی میکنم که از خواب بیدارت کردم. خاک بادم حلالم کن، ببخش تو رو خدا. شبت بخیر، مخلصم. خدا اینم از آقا امینی، مرد ها. والله باشم این نکردیم بچه. آقای موسی کاوندی زنگ زدم. آقای عالی جنابش. باید صحبت کنیم که واقعا شک نکنیم. چه شکلی؟ که مثلا اینجا ویدیو داریم ضبط میکنیم، همینطور بیخیال باید صحبت کنیم. بیکار بودم و قسم حال تو داری میکشیش. بر نداشت. دوستای علی آقا همه گوشاشون رو سایلنت میکنن میخوابن. نه آقا موسی تو فصل اول زنگ آخرم بودم. بله من زنگ میزنم، لطفا شما سکوت کنید. چشم. الو سلام. داداش خوبی؟ ببخشید بعد موقع مزاحمت شدم؟ نه خوابیده بودی؟ نه با خونه یه زنگ خورد ترسیدم. ببخشید. چه خبر؟ چیگره تو خوبی؟ فدای تو بشم عزیز منی. چون دلم هیچی، صبح رفته بودم کلینیک، بعد میخوام روزمرگیمو لایف استایلمو بهتون رسو. وقت داری؟ حوصله‌ام سر رفته، میخوام باهات حرف بزنم. جان؟ اوکی. صدات نمیاد داشت، گوشی رو بذار در گوشت گذاشتی درت. نه هات. آره. بعد اینکه صبح رفتم کلینیک با شیخ حسین، بعد اینکه رفتیم استوری زدم سمت من جزو فالووراتم. نگاه میکنم. نگاه میکنم استوریامو. دلم گرفته بود، بارونم میومد. دیدی بارون میومد؟ کجایی؟ بیام در دلت در دارم. داداش گیر نکرد یه همون موقع در اومد. میشه بخونم یه تیکه از اون ناراحتیامو؟ بگو. باز داره بارون میزنه دلم هوا تو کرده. نه یعنی چطوره حالش؟ صدام واقعا خیلی خوبه رسول. آره خالی پایه دیگه نمیخوای کم بیاریم. رسول داشتیم واسه این اینستاگرام داشتیم چالش داشتیم ضبط می‌کردیم. دهنتو سرویس. حسابی صبح زنگ رسیده. عشق منی. یا تو کم نمیاری، تو فردا هم صحبت دیگه هم میتونی حرف بزنی. چی بگم؟ اولش کپ کردم گفتم چی شده سه. می‌خواستی بگی ریدم ها، اشکال ریدم و پخش می‌کنیم، چیز دیگه ای نگو. قلب منی دوست دارم داشت، مزاحمت نمیشم. بعدا چم فعلا شبت بخیر. خداحافظ. پایان رفیقای من پایان حرف میزد. آقا مهدی امینی که از خواب بیدار شده بود. آره داشت حرف میزد. زنگ بزنیم آقا مسعود. بفهمید. یا بسم الله. بچه از اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که به کی زنگ بزنم. سلام علیکم. چاکر. نخوابیده بودی آقا مسعود؟ تو رو خدا خوبی؟ چطوری؟ سلامتی؟ دورت بگردم فدات شم. قربونت برم آقا مسعود، خدا وکیل خیلی دلم گرفته بود، گفتم زنگ بزنم یه خورده با هم صحبت کنیم. شبا بیدارم علی دایی تصویر نمیدونم صحبت تصویر زنگ میزنی؟ آره دورت بگرم که تو اینقدر مشتی و علامالی داره زنگ میزنی تصویری زنگ. آقا مسعود سلام. آقا دلم سب کن مسعود. من بگرم کسی که من زنگ زدم پایان. آقا مسعود میخواد تصویری بگیره. آقا مسعود چالش داشتیم ضبط می‌کردیم. قربونت برم آقا مسعود، خیلی گلی. دورت بگردم. مرسی. شما بزرگی، شما تاج سر منی، شما عزیز من، قلب منی. شما
خاک پاتم. مواظب خودتون باشید. من نوکر دارم شرط دارم. ببخشید مسعود جان قربونت برم. نه به چالش ادامه بدید. یا علی ما چرا رفیقامون همشون شب زنده دارن؟ مگه میشه آخه؟ یکی نیست ما زنگ بزنیم اذیت بشه مثل مثل بر نمیداره دیگه. وایسا حمید کوچولو مهدی. خب الان من به یکی از بچهای دیگه زنگ میزنم. ولی خب من بیشتر زنگ زدم نسبت به علی. درست میگم؟ نه شما من یکی بیشتر من یکی شما یکی نه، من نه، یکی نه. ولی برای اول من چون- یکشون جواب نداد. ساکت. اینا جزء کسایی هن که تایم خوبی میخوابن و تایم خوبی بیدار میشن. زندگی برای کساییه که صبح میبینن و شب میخوابن. وای به حال کسایی که شب زنده دارن و تو بهترین تایم طلوع آفتاب و اون اوج اکسیژن خوابن. به زبان ژاپنی میشه هاتایو دونیو همانه یاماشویو ساتاچه هانی نویانجی یازی وادا. محمد امین غلامیاری. شمارش میفت. چون کسی بر نمیداره. آخه چرا؟ من به این زنگ نه میزنم. واقعا ساعت 4 صبح چه وقت خوابه؟ شما قطع کنید من زنگ زنم. بر نمیداره. بازم دلم گرفته تو این نم بارون چراغ تو خیابون به به خاطرات گذشته منو میکشه آسون. اینم بر نداشت متاسفانه. کیه این؟ ادیتورمه که قرار بشه این کار رو ادیت کنه. علی آقا علی اصغر محمدیه. بر نداشت پیش زنگ زدم. چقدر گل این پسر. بله واقعا بچه قلبا دوستش دارم حضرت عباسی. منم کبدم دوستش دارم. بزنم من شما بزن بزنم. شما بزنید. خب ای وای این بچه کوچیک هم داشت. نه قطع نکن. این قشنگیش همینه بچه کوچیک. حسین آقا گل فروش. بگو پرتقال چنده. حسین آقا گل فروش. علی زنگ تو قطع کن. علی جان سلام. سلام خوبی خوبی؟ داداش؟ مخلصیم خیلی سلامت. علی خوابیده بودی؟ آره ببخشید بعد موقع مزاحمت شدم. علی جسارتا دلم گرفته بود گفتم زنگ بزنم یکم درد دل کنم. کارشی؟ جان؟ کارشی؟ آره داداش راستیتش یه چند وقتی بود میخواستم یه چیز رو بهت بگم. اون روز که بهم زنگ زدی گفتی که داداش زنگ زدم بر نداشتی گفتم ندیدم. دروغ گفتم دیدم جواب ندادم. حالا یه چیز دیگر هم بهت نگفتم. اون روز تو خونه داشتیم بستنی میخوردیم گفتم علی شهرونده حواسم نبود تو هستی. خب بستنی من گرفته بودم تو ماشین سهم تو رو خوردم. من خودت که میدونی بستنی زیاد دوست دارم. بعد الکی گفتم حواسم نبود تو هستی. سارت یه چیز دیگه چی؟ اون روز گفتی که کیفتو گم کردی. خب داداش شرمنده پول لازم بودم من برداشتم. آقا فدا سرت. اونم فدا سرم؟ آره چطوری فدا سرم؟ دستم کجه فدا سرم. آقا شما سابق دیاری من نوکم علی اصغر جانم. من بیادبیه اون روز که با همدیگه قرار داشتیم بریم با همدیگه کارتینگ
تو مجموعه آزادی بهت گفتم یادم نبود بهت بگم. خب به خدا یادم بود، خودم از قصد نگفتم. اینم مشکل نداره؟ الان یه سال بپرسم. بپرم. الان کلیپ داری پر میکنی؟ تقریبا، ولی خب مرسی که تا این لحظه تحمل کردی و چیزی نگفتی. مرسی. ببخشید از خواب بیدارت کردم. فردا خودت بشین پای سیستم ادیتش کن. دورت بگردم. ببخشید مزاحمت. مرسی از مهربونیت که تا این لحظه هیچی نگفتی و صحبت کردی. قربونت. مخلصم. شبت بخیر. صبحت بخیر. خداحافظ عزیزم. خدا. بچه با ادبیه. اسمایی که علی سیف کرده مثل گوشه بابای منه. به قرآن تا قرون آخرشو می نویسم. مثلا محمد کارواش، مثلا گوهردش، پسرموی. سلام علیکم. خیلی مخلصیم آقا مسعود. حالت خوبه؟ قربونت برم. چه خبر؟ خواب بودی آقا مسعود؟ بابا الان ساعت 4 صبح، چه وقت خواب آخه؟ خوبی داشت مسعود؟ سلامتی؟ اوضاع احوالت؟ مسعود به جان خودم از غروب تا حالا خیلی دلم گرفت. گفتم یکی زنگ بزنم یه خورده در دل کنیم با هم دیگه. هرچی فکر کردم آخرش تهش به شما رسیدم. دورت بگردم. اوضاع احوالت؟ خوبی؟ مسعود چقدر من تو هم خاطره داریم از حضرت عباسی. چیه اون ویلای چیزو ساختی تو کجا بود؟ تو آره شما چالوس ساختی اونجا رو؟ نه فعلا علی فعلا این گذاشتم بمونه. چرا؟ خدا کریمه. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ نوکرم. اوضاع احواله؟ والا زیر سایت مسعود جان منو ببخش تو رو خدا. ما داشتیم یه چالش گفتیم همینجوری نصف شبی زنگ بزنیم بچه‌ها ببینیم آخرش یکی از کوره در میره 2 تا بهمون بگه. قربونت برم. خدایش من کیف میکنم. رفیقای ما همشون حضرت عباسی جنبشون واقعا بالاست و کوچیکتم. مسعود جان شرمنده بیادبی کردیم. این وقت شب زنگ زدیم و شما رو از خواب بیدار کردیم. با دوستانمون داریم کار ضبط میکنیم. میشد که زنگ زدیم و ببخشید دیگه. خلاصه فدای تو بشم. ببخشید بازم. سلام برسونیم بهشون. آقای حامد تبریزی همینجا هستن. سلام. خیلی مخلصم. مرسی از صبور بودن و مهربون بودنتون. فدای شما بشم. عزیزین تاج سرین. فدای شما بشم عزیزم. قربونت برم مسعود جان. ببخشید. آقا من به شخص به جد این حرفو میزنم. آدم بی جنبه‌ای ام. کسی ساعت 3:30 صبح زنگ بزنه بگه حالت چطوره، بهش قشنگ باش صحبت نمی‌کنیم. اگه بهش فوشم ندم حداقل بهش میگم که خداحافظ قطع میکنم. یعنی چی مثلا 4 صبح زنگ زدم بعد میگه گوشم نمیشه بگه خواب بودم، میگه تازه داشتم چرت میزدم. بابا 4 صبح بابا قشنگ صداش دمش گرم. ولی خلاصه جمعشون گرم. آره First framing ban on Imran Atroto میگم دیگه جا ایران نیست. رامات بره هستم. امیدوارم که این حرفایی که زدم و زیرنویس واسش بزنن تا مردم همه بدونن چی. و هیچ کی هم از این حرف. سلام داداش. سلام. خیلی مخلصم. امین جان چه خبر؟ چاکرتم. خواب بودی داداش؟ نه داشتم تو کلیپ بدون میدم. آقا چه کلیپ؟ یعنی صدات خوابالوه که. نه داشتم تو کلیپ یوتیوب داشتم میدم. چه خبر؟ خوبی؟ خاک باتم. ببخشید هی بهم زنگ میزنی خدا سر شدی میبینیم مثلا سر لوکیشن هم تبلیغات میزنم کلینیکم. خاک باتم. دورت بگردم فدات شم. چه خبر امین جان؟ 39 یا 49 XYZ اوکیه؟ عشق داداش الان داشتم تا اون کلیپ نگاه می‌کردم کفشای فهمیده رو توش می‌سوزوندم. دیدی کفشا رو سوزوندن؟ نو آکمن خریده بود ها جون تو. چیا؟ میگم کفشا رو نو آکمن خریده بود ها. جدی میگم.
دیدم حضرت عباسی ناموسن ناموسن داره آب به پاچم ابوالوزی کفش خدا سر شده به اسم قسم نو آکبن نه بابا به فاطمه زر امین یکم بودم زنگ بزنم درد دل کنم باهات چیو؟ درد و دل میخواستم باهات بکنم من نوکرتم قربونت برم هیچی امروز رفته بودم تهران ماشینم پنچر شد با داش مهدی بودیم زدیم بغل و یه دختر خانومی اومد و گفت میتونم کمکتون کنم گفتم که خواهش میکنم فلان سال بعد دوستشم از ماشین پیاده شد بعد گفت آقا حامد فلان من گفتم که من متعهلم الکی گفتم من متعهلم میشه مزاحم من نشین گفت فاز چی میخوایم کمک کنیم آقا اینا آستینا رو دادن بالا و فلان سال مانتو رو چرخوندن دور کمرشون بعد شروع کردن زاپاس آوردن پایین و فلان سال در اون حینی که داشت مثلا تعمیر میکرد ماشینو و بعد چون دیفرانسیلش هم مشکل داشت درست بعد صفحه کلاج هم چسبونده و تمام کرد اونم تعویض کرد بعد درگاش که میتونم شماره تو داشته باشم بعد حاجی منم هول کردم بودم طرف این همه زحمت کشیده لطف کرده بعد شماره‌مو دادم بهش گفتم مشکل نداره بعد زنگ زد بهم خب بعد گفت میشه ببینمت ما هم تهران بودیم گفتم آره اوکی بیا بعد اومد گفت که میشه مهمون من فلافل بعد خندیدم بودم فلافل گفت من زیاد استوری شما رو نگاه میکنم فلافل زیاد میخوری بعد گفتم که این چه کاری خب اوکی گفتم حالا مهمون شما هم نبودیم حالا مسئله نبود رفتیم فلافل نشستیم خوردیم بعد برگشت گفت که میخواستم آمار 1 کیلو بگیرم ازت فلان بیسا گفتم بفهمه گفت اونی که چیز بناب میخوره گفت اون روز بناب فلان بیسا گفت اون کیه گفتم رفیق داشیمه گفت من با اون توی یه محل بودم گفتم محل شما کجا بود گفت که من بنفشه بودم نمیدونم کجا بودم فلان بودم الان تهران بودم گفت من بچگی با اون عاشق معشوق بودم نمیدونم گفت میشه اونو به من بستش کنی بعد گفت ها کی بوده؟ گفت که بهشم روم نمیشه پیام بدم گفت قبلا پیام دادم بلاکم کرده همین دیوونه ساعت 4 صبح زنگ زدم من دارم 2 ساعت تحریک میگم ایسکا گرفتی داداشم ها داداشم خب داداش پسر دایید نیستم که داداشت هم نمیشی این حرفا چی من دارم راستشو بهت میگم عشق منه من نوکرم میخند چرا میخند تو الان هم داشت گوش میداد ناموزم عاشقتم پسر قرآن من نوکرتم بعدات جمع امین داشتیم کلیپ به یوتیوب ضبط می‌کردیم داشتیم چالش بود که ساعت 4 صبح زنگ بزنیم ایستگاه مردم بگیریم تا کجاشو باور کرده بودی مرگ من تا کجا باور کرده بودی حرفمو فلافلا رو دیگه داداشم واقعا بچه‌ها ما همیشه فلافل میخوریم نخود و سیب زمینی و پیاز دیگه ضرر که نداره یک کم حالا توش روغن هم باشه ملالی نیست مرسی که گفتی ما فلافل میخوریم آبروی ما رو حفظ کردی جلو دوربین قربونت برم داداش میبینمت فعلا مزاحمت نمیشم فعلا شبت بخیر قربونت خداحافظ تا فلافل باورش شده بود اصلا فلافل رو فقط باور کرده خب برای فعالسازی سرویس عبادت عدد 1 ستاره را شماره گیری نمایید. همیشه در دو حدایی همیشه میچسبه دقت کردیم به فصل میشم واقعا مربوط نمیشه هر موقع میشنوی ریتم اون نواش یه جوری که به خدا دلنشینه در حال حاضر بر نداشت. مورد نظر بعدش میگه که مساوی با هم زنگ زدیم کی مساوی زنگ زدیم زنگ میزنم به دکتر خودم اینجا رو دریاب مهدی و به دکتر دارم زنگ میزنم کلینیک آیدنتالی که فکر کنم دیگه همتون فهمیدین من به کمک دکتری کلینیک زدیم تو سهروردی تهران کلینیک آیدنتاله الان دارم بهش زنگ میزنم کار درست دکتر دکتر
سلام علیکم. سلام، زندگی خوبی؟ قربانت، زنده باشی. ببخش تو رو خدا من زنگ زدم. قربون فرما، جون دلم. او خواب بودی؟ یه جوره. عذرخواهی میکنم دکتر، تو رو خدا شرمنده. نه خواهش میکنم. جون دلم. دکتر دلم گرفته بود، گفتم یکم باید درد دل کنم. عشقی. الان بفرما. دکتر امروز اون دختر اومده بود تو کلینیک دختره. با پتو. خب. راستشو بخوای من خوشم اومد ازش. بعد اومد پایین. خب یادت شما داشتیم میرفتیم وایساد بود پایین؟ بله. نه جدی دارم میگم. خب. بعد شما رفتیم اومد سمتم، گفت آقا حامد سلام. گفتم سلام بفرمایید. گفت که شما با کار دندون اینجا انجام میدید؟ گفتم نه کلینیک خودمه. چطور؟ گفت واقعا؟ گفتم آره. گفت میتونم شماره‌تون رو داشته باشم؟ گفتم در رابطه با، گفت که حالا باهاتون صحبت میکنم، الان دیرم شده و فلان. من گفتم خب یادداشت کنیم. بعد به شماره رو دادم و بهم زنگ زد گفت که من راستیتش چند وقتیه که شما رو فلان میشه دنبال میکنم و من عاشق دکترتون شدم آقا سعید. آره. بعد برگشتم بودم آقا سعید نامزد داره خانم فلان. آقا نامزد چی؟ نباید میگفتم. خب دیگه چی گفت؟ میگه دیگه چی گفت؟ آنجا واسه مهمتر شد. بعد گفتم یه خواب از سرم. بعد گفتم خانم اینجا جای بیزینس ما به بیمارایی مثل شما میخوایم اینجا چیز بدیم، چی میگن، خدمات بدیم، نه اینکه هر کسی اومد اینجا جای ناامنی باشه فلان مثال. بعد هیچی دیگه بابا داشت رد میشد، پاش خورد به پام، من از خواب بیدار شدم. بعد گفتم ساعت 4 گفتم 4 صبح زنگ بزنم واسه تحلیل کنم. ببخش منو، مرسی از این همه مهربونی و ادبت. ما داریم کلیپ واسه یوتیوب ضبط میکنیم، موضوعش هم این بود که ساعت 4 صبح زنگ بزنیم ببینیم وقتی یکی رو از خواب بیدار میکنیم عصبی میشه یا نه. اونقدر مهربون و گلی که داشت با من هم پایه همسو شدی اومدی جلو. بعد تو کنم تو ایستگاه منو گرفته بودی تا من ایستگاه شما رو. بله ببینی دورت کنم. مرسی فدات شم. ببخشیم بازم حلال کن. حالا بعدا تو یوتیوب کار ما رو نگاه کن. فدات شم. قربونت برم. عشق خدا. ببین خدا وکیلی بحث تبلیغات نیست. این دکتر تو اونجا باشه نباید بری، اصلا منو ول کن. سهروردی کلینیک آیدن. به آهنگ. سلام امیر جان. سلام داداش. حالت خوبه؟ شبت بخیر. چاکرم داشتم. چطوری؟ خوابیده بودی؟ نه بیدارم. دور ببخشید تو رو خدا، من معذرت میخوام، عذر میخوام ازت. چه خبر؟ همینجور زنگ زدم اول تو بسن. خوبی؟ خب امیر روم به دیوار، من معذرت میخوام، رفتم دستشویی آب نیست، دبه رو میخوام بیارم اونجا. خب یه 2 تا دبه آب ببرم برای اینجا. که ایشالله الان میام. بیا داداش بیا دور. من یه 10 دقیقه آره ها یه 10 دقیقه یه رو دیگه اونجام. خوبه؟ ایشالله داداش. بیا آب چی باشه؟ آب شیر باشه فقط دیگه. مگه به غیر از آب شیر آب چشمه هم دارین اونجا؟ آب معدنی دارین؟ ما خودمون با آب معدنی میشوریم دیگه. ایوه. بعد ببین چیز چیه؟ یه جور آب اومده جدیدن، آب انرژیزا یا هم چیزی. نه اون گازداره. گازدار. آفرین، من همین می‌خواستم، فراموش کردم تو زبونم بود. امیر چه خبر؟ قربونت داشت. ما توش هایپ می‌ریزیم دورت بگم. هایپ با آب گازدار خودش رو میشونه میگوزه. امیر خیلی امیر جان خیلی مخلصیم. آقا شرمنده تو رو خدا، ما داشتیم یه دونه کلیپ یوتیوبی ضبط می‌کردیم، گفتیم ساعت 4 صبح زنگ بزنیم بچه‌ها ببینیم، خلاصه اذیت کنیم بچه‌ها رو. ببخشید دیگه. حالا سلامت باشه. آقای تبریزی همین جان سلام میرسونم. سلام، خیلی مخلصم داداش. از اون آب گازدار معدنی پروتئین و مکمل داره واسه ما هم بیار عزیز دلی. شبت هم بخیر باشه. خوابای قشنگ ببینی عزیزم. بگی بخواب. و همونطور که دیدیم به کسایی که ما زنگ زدیم همشون مشتی و باحال و عشق بودن، مثل شمایی که داریم ما رو نگاه می‌کنین. هیچکی توهین نکرد، عصبی نشد و این لطف خداست که رفیقای خوبی مثل این دوستایی که زنگ زدیم و خیلیای دیگه هم داریم که زنگ نزدیم. به خدا ویدیو موقع باید 5 ساعت ویدیو می‌گرفتیم.
همونطوری که فهمیدون و میدونین، حالا نمیدونم به نسبت من کلینیک دندون پزشکی کلینیک خفنی زدم برای دوستانی که دوست دارن بیان کارهای زیبایی و درمانی انجام بدن که توی سهروردی تهران. دوست عزیزم براتون زیرنویس میکنه آدرسو، 10-20 ثانیه آدرس باشه که همتون بتونین یادداشت کنین و برین. این از این. علی آقا غفاری زادم محبت کرد کنار ما نشست. اینم از این. دست تک تکتون رو میبوسم، فدای شما بشم، خاک پاتونم، هر چقدر بگم بازم کم نوکرتونم. مرسی که ما رو نگاه کردین. یا علی مدد، مرسی.